سلام بچه، خیلی خوش آمدید به ویدیوی دیگه از این چنل زیبا و گل. عموی رفا اومده. آقای زندی اومده چی کار کنه عموی رفا؟ امروز اومدیم آقا آلبوم شاخ قرمز از پوریا پوتک. چه اتفاقی افتاد یهویی؟ آلبوم خفنی که آقای پوتک جمع کردن با عنوان شاخ قرمز و امروز اومدیم ریاکشن بریم به اولین ترک این آلبوم که فکر کنم ترک چیزه پلی بویه. بریم ریاکشن رو بریم. اگه خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا بقیه آلبوم هم همینجوری بک تو بک ریاکشن بریم. لیتس گو بریم بگیریم. خب آقا به به موزیک ویدیو پلی بوی فیت با خلصه و کچی و لیتو. باز بده دقیقه آجی عجب خونه ای. پوتک توی چند تا ویدیو هم گفته بود که این موزیک ویدیو پر خرج ترین موزیک ویدیوشه دیگه، در همین حد. خب دیگه حالا دیگه بریم ببینیم. فعلا که یکی از بهترین مشروبای دنیا جک دنیلز. به به حل چشاته. یا من و تو گریگوز است پلنه یه خط میریزم دافی رو خط شکمه پوتی مشغوله عدی گرفت جوین تو میچوغه خرسه بعد داره شروع میشه. به ویسکی آلیه پیکم جیم باشه زیر سیگاریه. حاجی داستانه زندی، داستانه واقعا بد داستانه. آقای پوتک مگه زن نداره؟ ای بابا برف روی دیس میاد میره با یه سری ردی اینجا فریکی بازیه. به میگه اشوام بهش میگم پشمام، میگه دوست بچه‌ام از کن پس بام یا رک سری بیچ مس پس بده چسبیدی بیچ بد سریشی بیچ اکو میاره نویس نی رو بیاره منم تو برای هر کدوم چقدر پول داره اینجا هرچی که فکر کنید داره هرچی بزنیم هفته صبح لیتو بیداره یفت شمارتو دافی سیف کن تمومه یه موزیک فکرم یه کتکو خورده آقای همه دفعه فاز پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی پی بوی بگو پر کنه پیکو کچی سپی پوتی لیتو میام با ما فاز پی بوی نه پی بوی پی بوی پی بوی وقتی در و داف جور کس خار فابریکی دختر انداخته دو سه جام هیکی افتر رو بگو کجا شده پارتی کی فیس کندال پاش خود کاردی بی شده موزیکا تخمی بگو بکنه کابلو سر و صداش در اومده امو یه نمه تابلو خیلی اوضاع خرابه. یه تن پابلو سپی واسطاده یه گوشه با یه نخ ماربرو اتاقم شلوغه و بگو بیرون لفت بدم با روب دوشان واسطاده. چی؟ سپی واسطاده یه گوشه با یه نخ ماربرو آقا. آره آقا پوتکم ببینید تو موزیک ویدیو اینجوریه که الان من باید چی کار کنم. یو هفنرم ترجیحم اینه که با نیو فیس برم زیریش همه میگه من دیرو فکرتم شی فندکو میگیره با جکدن و سیگ من یکم یخ و جینینا رو سنگن و لی میگه بد جوری افتاده لی رو دور وقتی با من باشی تزمینی ونیو پر میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی میام با ما. آقای زندی کل آلبوم اینجوریه یا نه؟ فکر کنم این خوبشه حاجی. خوبه فاز پلی بوی پلی بوی پلی بوی قرار آلبوم سنگین بیاد. توی ایران میگن لیل به واسه سبیل به واسه بیم و من موشیشا تینتر توی وینتر واسه بهار جون میزنم هیتر بگین کوچیک باشه جانی سایزشم یه وقت رد ندم یه هوی دیمانیتایز بشم انقدر بالا میخواد داشتی شاش بزنم باید بیان دوتا بادیگارد ما رو دیمانیتایز نکنه. حالا برو از این صحنه یوتیوب به ما چه؟ پوتینم نتونست که پوتیو بگاه بکسم کانادا آره پوتیو به جام اونجا شب میریم پیروزی ما اینجا و بزهی و هفنر خونه پوتی منشن روی تختای خشی همش سوتی هم ولی روتینم که کنسل پی فرمول جدید یوتیوب شدیم بس که پر پول یزید میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی میام با ما فاز پلی بوی این بده پلی بوی پلی بوی ای وای آیا پوتک
اومدم سیکس با یه سری کول با یه سری هم تو سیس ترسیدن چون مثل اکیپمون نیست سینگل نیستم دافی نده کیس موزیکا همیشه روی پلی بکم یه جوری تیز بینم انگاری با عینکم دیستون که زبونه به خودم میگم هی نگم وقتی کش تو جیبم تخمم ایر بگم دیگه حواستون جمع چسبیدم به مثل شلوار کوتاه تنم پول دارم تنم تحتم شما پول دارید ولی خزید ترانه تو کن سیس پلی بوی منشن خونه تو کچی پیکو به من برسونه بزی میگه شب پوتی مسجه بمونه اگه مست شدم بزی سپی خلصه برونه شماره تو دافی سیف کن یه موزیک ناف پلی کن همه دافا فاز پلی بوی پلی بوی پلی بوی پلی بوی پلی بوی بگو پر کنه پیکو کچی سپی پوتی لیتو میام با ما فاز پلی بوی پلی بوی پلی بوی پلی بوی پلی بوی این ویدیو فکر کنم کم کم 200-300 تا براش آب خورده ها سنگین براش آب خورده واقعا بله بیتم که با الکونویز بوده به اینم از اولین ترک آلبوم شاخ قرمز که به نظر من خیلی خفن بود هم از نظر لیریکال هم از نظر هزینه و همه چی هم از نظر دیگه حالا همه نظره بی خودتون میدونید دیگه خیلی خوب بود آقا لینک کانال پوتی تو دیسکریپشن هست حتما برید خودتون بازم گوش کنید ترک خفنیه برای حمایت از پوتک هم حتما یا از یوتیوب گوش بدید یا از پلتفرمایی که خودش اعلام کرده همونطور که تا ویدیو بعدی و ریاکت های بعدی فعلا خداحافظ